الوعده وفا. اینم رفیقام. حالمو به هم زدی. حالت نمیخوره؟ آره بابا. میگم این چه مدل تیشرتیه پوشیدی؟ تیشرت نیست شلواره. چرا اونجاست؟ اینجا هیچی. گل برای گل. میگم ما بستان آباد بودیم همش میرفتم جلوی تالار این خانمایی که زرد عقد میکردن و نگاه میکردم الان نصیبم شد. این رنگش کاراملی قربونت دارم. من خودم بالیاش کردم. خوشگل شد فقط یه ذره سوزونده دیگه. دست نزن فعلا نامحرم. ببینم اسمت چی بود؟ فرنوش. چند نوش؟ فرنوش. نوش جونه. ببین من آرامشمو زدم دنبال دورم ها. بریم با هم دور بزنیم. بریم. بخوریم بریم. این بعد ناموسن دست خوش دارین دمتون گرم. خیلی هبلین. برو بابا. اصلا پسری که هول نباشه جای آبجی ماست. سلام. سلام. چیزی شده؟ نه بابا من از این زخما زیاد خوردم چیزی نیست. چه زخمی؟ خنجر رفیق. درست مثل خودم. یعنی تو هم از رفیقت خنجر خوردی؟ آره خب. نمیدونم چرا تو جامعه یه جوری جا افتاده که انگار رفاقت فقط واسه پسراست. والا به خدا دخترها هم اگه بخوان تو رفاقت واسه دخترها جون میدن. والا من نمیدونستم دخترام مثل پسرا رفاقت حالیشونه. سم حالم بد بود اینو گفتی بیشتر عاشقت شدم. بریم به حساب من یه بستنی بخوریم. بفرمایید. آره همون چی داشتم میگفتم بابام یه دونه کارخونه بستنی سازی داره یه دونه هم کارخونه نوشابه سازی داره. چه خوب. اتفاقا پدر منم تو کار واردات صادراته. واو واردات؟ واردات. فرش و بسته صادر میکنن، غیر وارد میکنن. غیرو کجا وارد میکنه؟ وارد جایی نمیکنن، وارد میکنن برای فروش. خیلی هم عالی. میگم پاشون بریم حساب کنیم. میگم اگه اجازه بدی من حساب کنم. خواهش میکنم. با یه جنتلمن اومدی بیرون. یه جنتلمن دیت اول اصلا نمیذاره خانم دست به جیب بشه. قابلتون هم نداره. قربونت برم. میگم من مدارکم فکر کنم تو مازراتی بابا جا مونده. منم که کارتمو نیاوردم. 2 تا بچه پولداری که باباتون نصف ایرانو میخره 100 تومن موجودی ندارید؟ پسرمون شاید نصف ایران مال بابامون نباشه ولی تو رفاقت ما کم نمیذاریم. داشم دروغ نمیگه کارتشو جا گذاشته. 50 تومنه منام بکش. 100 اصلا 100 انام بکش. رمزتون؟ 85442. اینم که موجودی نداره. چیزه اشکال نداره شما از این کارت بکشید. موجودی نداشت. 884. دستت درد نکنم من جبران میکنم. چیز شده این؟ من ناموسم به تو گفتم تو زن زندگی. اگه عاشق شده چی؟ اگه عاشق بشم ریشامو میزنی. چیزی شده آقا عامر؟ نه داشتم به یه موضوعی فکر میکردم که زیاد مهم نبود. دستت هم درد نکنه. خواهش میکنم پس اگر اجازه بدین من برم کار دارم. بابا رسیدی خونه زنگ بزن خب؟ حتما. برو مرسی بابت بستنی. مبحث امروزمان راجع به علوم و فیزیک است. حامد تبریزی راجع به خصوصیات نوشابه رو ما بگو. هم آب داره هم گاز داره ولی برق نداره. برق نداشته باشه پمپ آبو نمیکشه بالا. اون موقع آبم نداره. حمید شربتی جسم شفاف چیه؟ به جسمی که بشه اون ور شدید. باریکلا. مثل چی؟ نرده بود. توف تو صورتت کنم. اسب بخار چیست؟ آقا معلم به اسبی که در زمستان از دهنش بخار میدهد بیرون اسب بخار میگویند. دهنده ببنده. اسب بخار. در قانون فیزیک پیوی مساوی است با پیوی مساوی با بلاک. محشید. اگر بنا باشه یه سیمکشی ساختمانی به صورت انشعابی ببندیم چجوری باید ببندیمش؟ اجازه باید سیمکش بیاریم دیگه.
کشش چیه؟ وقتی دو نفر با هم دعوا میکنن من ورود میذارم وسط دعوا رو سوا میکنم میگم داداش کشش نده رفیق کشش نده. شیر مادر دیوانم نکن. مهدی تبریزی اگر امروز 100 جفت کفش بدوزم، فردا 200 جفت بدوزم، پس فردا 400 جفت بدوزم، شما چه نتیجه میگیرید؟ نتیجه میگیریم شما قبل کار یه مقدار تل میزنیم. دهنه بیهوده. خانم مبینا شما بفرما ببینم دلیل اصلی مرگ گیاه چیه؟ تولد گیاه استاد. آقای شهباززاده شما بفرما ببینم زنبوری که بیشترین زحمت برای تولید عسل میکشه چی بهش میگن؟ میگن خسته نباشی خدا قوت. توف تو کلات کنن. مهدی تبریزی پشه که میفته تو آب چه صدایی میده؟ معلومه چرتا پرتا چیه میپرسی؟ صدا قل 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 میده. دهن در من بیهوده. خانم شما بفرمایید چرا پرنده ها تو زمستان از شمال به جنوب پرواز میکنن؟ چون ماشین ندارن مجبورن پرواز کنن. خانم جان خودت رعایت کن. شربتی تو بگو اگه کسی قلبش ایستاد باید چیکار کنی؟ خب این که کاری نداره. اگه کسی قلبش وایسه صندلی میذاریم بشینه. ای قلبت وای میستاد خوب بود. خانم شما بفرمایید نیوتن چیست؟ اگه یه تن بار جدید برسه بهش نیوتن میگویند استاد. خانم رعایت کن تو رو خدا نذارید. لا اله الا الله. آقای مهدی تبریزی شما بفرما ببینم چرا نباید تو ظرف مسی آب بخوریم؟ از اونجایی که مسی ظرف دهنی دوست نداره ناراحت میشه. بابا دلمون گرفت این استاد چرا نمیاد پس؟ چشای من اینجا چه کلاسیه؟ تو دوست داری چه کلاسی باشه؟ والا به من که باشه کلاس رقص. ماشاءالله عزیزم حالا جدا از شوخی من که دوست دارم درس نخونیم فقط خودتو نگاه کنم جیگر. موزه 2 تا کوچه جلوتره میتونی بری اونجا نگاه کنی. خب حالا خوبه خودت هم میدونی عتیقه ای بابا. داداش ترمینال 2 تا خیابون بالاتره ها. داداشو چه خوب اومدی. خودم اینا رو میدونم اومدم دنبال تو ببرمت. کجا ببری؟ همونجا که ازش اومدی. از کجا اومدم؟ از پشت کوه. این که داداش خودمونه. تو هم با اون سیبیلات داداش مایی. این که دختر سیبیل داشته باشه که عیب نیست، عیبونه که پسر ابرو برداره. پسر ابرو برداره عیب نیست چه، عیبونه که دختر اینقدر زشت باشی که برگردن میگن ایشالله یکی برات پیدا بشه. بشین تا پیدا بشه. ببینم آقا شما میدونین فرقتون با گردو چیه؟ چیه؟ گردو مغز داره ولی شما ندارید. نوکر. مرسی. میدونی فرق شما با برق چیه؟ چیه؟ برق همه رو میگیره ولی شما رو کسی نمیگیره. مگه ما چمونه؟ شما همه چیزتون خوبه ولی ترکیب رژ قرمزتون با دندونای زردتون منو یاد پرچم اسپانیا میندازه. والا واقعیت یکم دست و بالم خالیه. اصلا پول نمیخواد که شما میتونید تو کلینیک سرب دندوناتون رو به خودتون کامپوزیت کنید. 12 ماه اقساط داره، 50% از طرف ما تخفیف داره، 10 سال پالیش رایگان، خدمات رایگان. خب دوستان مبحث امروزمان راجع به شغله. حامد تبریزی شغل تو چیه؟ اجازه والا ما تو کار ارزیم. ارز چی؟ ارز خیابون رو متر میکنیم. هی ارز نکنی هی. مهدی تبریزی تو چه شغلی داری؟ آقا ما هم تو کار ارزیم. حتما ارز از کوچه. نه ارز خیابون، نه ارز معذرت. آقا نخندی جان مادرتان، پروشا نکنید. حمید شربتی شغل تو چیه؟ ما تو کار ملکیم. باری کلا خرید و فروش میکنی دیگه. ملکا رو دید میزنیم بعدش با رفیقام تو موقعیت مناسب خالیش میکنیم. آقا بین اینا من فقط شغل دارم. آفرین. شغل تو چیه؟
با مهدی و حامد کار میکنیم. آقا اجازه، این پسرا همشون لب و دهنن. کو مردی که الان با زور بازوش پول در بیاره؟ چی میگی بابا؟ من بابام بلاگر خودش، کدوم زور بازو؟ بفرما. چاکر آقا معلم، این برای باغ خودمونه، اینو برای بچه ها آوردم. کسی آبلیمو نمیخواد؟ مادرم گرفته. نه آقا آبلیمو میخوام چیکار کنم؟ اینا هم آبلیمو نمیخوان. آقا برو، به خودم نتونم ببینم از سیبیل خودم خجالت میکشم. برو بیرون. هر کسی برای رسیدن به موفقیت در زندگی باید بر افکار خود تسلط و احاطه داشته باشد. اصلا میدونید پسرا رو کی میشه شناخت؟ کی میشه؟ موقع کارت کشیدن. ما شاید کارت نکشیم ولی کارد میکشیم. بابا زیر میزنه. داشمید ما نه کارت کشیدن تو دیدیم نه کارت کشیدن تو، فقط لفظات قشنگه. خدا وکیلی خستم کردین. پاشین گمشید برید بیرون. کلینیک سر. زنگ آخر دلم تنگ تو میشه، میدونم بعد کلاسا که بیام برسم پیشت. آخه دنیا رو بدن هیچکی برام مثل تو نمیشه. بیا عاشقی کنیم با هم دور بشیم که چیشه. نمره 20 کلاسو میگیرم واسه دوست داشتن تو، حتی تو دانشگاه میرم. واسه خاطر تو هر جمعی من عمرن نمیرم، کنار خودت میارزه پیش تارون میگیرم. زنگ آخر ولی تو جونم، قدر تو میدونم، تا دنیاست عزیزم، پای تو میمونم. ولی تو جونم، قدر تو میدونم، تا دنیاست عزیزم، پای تو میمونم، پای تو میمونم.